سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. عزیزان، توی این کلیپ من میخوام وصل دو طرف لیف رو خدمتون بگم که البته ضمن آموزش اون یه نکاتی هم هست که خدمتون میگم. قبل از اون خواهش میکنم کانال رو دنبال کنید و لایک کنید. خیلی ممنون میشم. بعضی از دوستان اصلا لایک نمیکنن، ریاکشن نمیذارن. دوستان این به رشد کانال کمک میکنه. حتما لایک کنید، دریغ نکنید، کامنت بذارید. حتی اگر موردی میبینید، سوالی دارید، میتونید تو کامنت ها بپرسید و من سعی میکنم لینک ها رو، حالا لینک های آموزشی و مواردی که هست، سعی میکنم داخل دیسکریپشن قرار بدم که شما از اونها هم استفاده بکنید. دوستان، برای وصل لیف ساده گفتم دو تا ما گرد بافی رو هم اندازه می بافیم و وقتی که دسته لیف ما به اندازه طول و ارتفاع کافی و دلخواه رسید و به حدی شد که دستمون داخل لیف بره، میایم دو تا طرف لیف رو روی هم قرار میدیم. قبل از اون میخوام یه نکته خدمتتون بگم. برای اینکه لیفتون از سادگی در بیاد، بعضی از دوستان یه لیف ساده رو میان تزییناتی روش انجام میدن. قبل از این اگر بخواید تزیینات روی لیف انجام بدید، قبل از اینکه ما دو طرف لیف رو به هم وصل کنیم باید انجام بدید که اگر به هم وصل کنید براتون سخت میشه دیگه بخواید روش رو تزیین کنید. بعضیا مثلا دو تا گرد بافی کوچولو، منظور همین یه رجشه، میبافن مثلا با نخ مشکی روی این میدوزن مثلا به عنوان چشم، یا یه رنگ دیگه میبافن همین یه رج وسط رو به عنوان بینی و مثلا شکل یه گربه رو طراحی میکنن یا یه شکل یه خرگوش رو طراحی میکنن یا مثلا یه دختر کوچولو، پسر کوچولو، بستگی حالا داره به اون طرف و کسی که اون لیفو استفاده میکنه. شاید شما دوست دارید برای مثلا فرزندتون ببافید. اینا برمیگرده به سلیقه، خلاقیت شما که میتونید از اپلیکیشن پینترست هم استفاده بکنید برای ایده و اینکه ایده بگیرید. این به رشد خلاقیت ما کمک میکنه که از انواع اپلیکیشن استفاده بکنیم. خب دوستان، ببینید اینجا یه نکته مهمی که از تعویض نخی که من خدمتتون میگم. عزیزم، برای تعویض نخ، البته این در شرایطی که شما بخواید مثلا دورش رو از رنگ دیگه استفاده کنید، مثلا قرمز، زرد، هر چی استفاده کنید و دورش رو رنگی ببافید. اگر نخواهید رنگی ببافید، اینو اول خدمتتون بگم، با همین نخی که یه طرف لیفو بافتید دیگه قطع نمی کنید. ادامش دو طرف لیف رو روی هم قرار میدید و اون طرف رو باز قلاب میگیرید و اول با یه بست به هم وصل میکنید و ادامه شما میتونید با بافت پایه کوتاه این دوتا رو چکار کنید؟ به هم وصل کنید و همینطوری دور تا دور ببافید تا برگردید برسید به این قسمت لیف. وقتی به این قسمت لیف رسید میتونید یه تعداد زنجیر اضافه بزنید، حلقه کنید که برای اینکه این لیف آویزون باشه، یه جایی میخواید آویزون کنید. ولی این اگر نخواسته باشید که مثلا ساده ببافید، موردش اینطوریه که ما بخوایم نخ رو عوض کنیم. نگاه کنید، من الان اینو جدا کنم. بسیار خوب، الان جدا کردیم. این نخ رو میکشید. ببین الان مثلا من میخوام قرمز استفاده کنم، نخ قرمز رو میگیرم. این خیلی مهمه، دقت کنید عزیزان که چجوری نخ رو ما عوض میکنیم. قلاب رو از این خارج میکنم. ببینید اینجا دو تا حلقه داریم. خب ببین دو تا حلقه داریم. شما میایید نخ رنگیتون رو این شکلی میگیرید و از این حلقه رد میکنید. ببینید یه بار دیگه نشون میدم، از این حلقه رد میکنیم. وقتی از این حلقه رد کردید، حالا گرم نیاز نداره، میتونید گرم بزنید. حالا من یه ذره کوتاه کنم که خیلی هم بلند نباشه، نه خیلی بلند باشه نه خیلی کوتاه. بعدا میتونید گره بزنید، ولی این تعویض نخ، این روش باعث میشه که شما دیگه اون اول دو تا نخ رو به هم گره نزنید. خیلی هم ساده است. وقتی این نخ رو رد کردید، این نخ سفید رو میگیرید میکشید، دیگه شکافته نمیشه عزیزان، شکافته نمیشه. و بعد این نخ رو هم راحت میتونید شما استفاده کنید و یه بست میزنید، یه بست کوچولو اینجا میزنید، یه زنجیر کوچولو و این نگه میداره. خیلی راحت میتونید بعد اینو گره بزنید، کیپ بشه اینجا. میتونید هم کوتاه کنید. الان من این نخ سفید رو قیچی میکنم و چیکار میکنم؟ جدا میکنم.
ببینید خیلی راحت من این نخ رو تعویض کردم. شما توی کار قلاب بافی از این روش میتونید برای تعویض نختون استفاده کنید. بعد میام طرف دیگه لیف رو روی هم، دو طرف رو روی هم قرار میدم این شکلی. میخوام دور تا دورش رو ببافم دیگه. نخ قرمز رو میگیرم. ببینید میتونید شما اینو گره بزنید و جدا کنید و میتونید چکار کنید ادامهش ببافید، اصلا این نخ رو داخل بافتتون پنهان کنید، این مشکلی نداره. خب من طرف دیگه یه لیف رو به این شکل ببینید اینجا میگیرم و یه بست میزنم و شروع میکنم این دوتا رو به هم وصل میکنم با پایه کوتاه یا پایه بلند یا حاشیه بافیایی که حالا یاد میگیرین در آینده و شروع میکنم این رو پایه کوتاه میبافم و این رو میدم داخل لیف که بعداً میتونیم گره بزنیم یا جداش کنیم، اون دیگه مشکلی نداره. فقط سعی کنید که کنار هم این پایه رو بزنید که فاصلهش یک اندازه باشه. حالا پایه کوتاه باشه پایه بلند باشه فرق نمیکنه، ما باید سعی کنیم که یه جوری این پایه رو بزنیم، پایه ها رو بزنیم که کنار هم دقیقاً قرار بگیره و اگر دیدید که مثلا جایی فاصله افتاده میتونید چند تا رو هم ببافیدش، مشکلی نداره. تو این زمینه سخت نگیرید و ببافید حاشیه رو. خیلی راحت دو طرف لیف به هم وصل میشه. خب دوستان دقت کنید که من این دو طرف لیف رو روی هم قرار دادم و بافتم، یعنی دو پایه زدم همونطوری که میبینید تقریبا فاصله حاشیه اندازه است. شما به دو روش میتونید حاشیه بافی رو انجام بدید. ببینید گفتم به جای اینا میتونید شما پایه بلندم بزنید، هیچ فرقی نمیکنه. شما میتونید از این دونه های زنجیره بگیرید مثلا پایه بزنید به این شکل که تقریبا کوتاه میشه، و یا نه میتونید قلاب رو پایین تر بیارید و دو تا پایه قلاب، ببینید من دو تا پایه اینجا جا گذاشتم و بعد پایه کوتاه رو زدم به این شکل، میبینید اینطوری. ولی اون روش هم درسته، باز میگم تنوع روش ها زیاده تو قلاب بافی، شما میتونید خلاقیت به خرج بدید و خودتون دیگه به دستتون میاد که به چه شکل انجام بدید و اصلا محدودیتی نداره کار قلاب بافی. و از اپلیکیشن پینترست هم گفتم میتونید استفاده کنید برای گرفتن ایده و این میگم محدوده ای نداره برای کار قلاب بافی. شما میتونید از این گرد بافی به عنوان مثلا این دسته رو نبافید، میتونید به عنوان دستگیره استفاده کنید، حالا کاموایی نسوزی که از کتانه، میتونید به عنوان زیرلیوانی استفاده بکنید، حالا اگر طرح بزنید میتونید از کاموای سوزنی استفاده کنید، به عنوان اسکاچ استفاده کنید. اینا همه هستش و میتونه برای شما ایده باشه. حالا من ادامه این کار رو میزنم و میارم انتهاش رو بهتون نشون میدم. حتما ببافید و با قلاب بافی واقعا آدم احساس آرامش میکنه. خب حتما کانال رو هم سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید، دنبال کنید. ویدیوهای آموزشی ما تقریبا پشت سر هم هست و به نوعی به هم وابسته هستش، یعنی مربوطه، واقعا اینطوری نیستش که هر کدوم مجزا باشه و تقریبا هر ویدیویی که من داخل کانال گذاشتم در واقع پیش زمینه داره و ویدیو قبلش رو باید سعی کنید ببینید. ممنون از همراهیتون. خب عزیزان لیف ما تقریبا آماده شد و شما میتونید ببافید. گفتم از گرد بافی ها میتونید برای اسکاچ و سایر مواردم استفاده بکنید. فقط توی این بافت این لیف باید دقت کنید که اینجا کیس نیاد و شما دایره رو همینطوری که میبافید با این دستتون آروم به سمت راست هول بدید یا چپ اگر چپ دست هستید که این دایره اون وضعیت خودش رو حفظ بکنه و اینطوری نیایید چون بعضی مواقع هست اینطوری کیست میاد. باید سعی کنید صاف بشه و این بافتای بینش یک اندازه باشه و به مرور دستتون میاد که به چه شکلی ببافید که تقریبا کارتون تمیز از کار در بیاد.
و در آخرم اگر بخواید آویزی برای لیفتون ببافید، من اینجا چند تا زنجیره میزنم، 3 4 5 6 7 8 9 10 تا زدم و داخل این حلقه میارم و یه بست میزنم به این شکل. ببینید الان من یه حلقه هم اینجا ایجاد کردم برای آویز لیفم به این شکل. امیدوارم که از آموزشمون استفاده کافی رو برده باشید عزیزان. سعی کنید کانال رو دنبال کنید و لایک و کامنت بذارید. من ممنون میشم از شما که کانال رو همراهی کنید. بعد مواردی که هستش حتما لینک هایی که گذاشته میشه داخل دیسکریپشن لطفا بهش مراجعه کنید، چون آموزش های ما پشت سر هم هست و تقریبا هر ویدیویی که میذارم پیش زمینه داره و ویدیوهای قبلش هم تقریبا باید ببینید که متوجه بشید. امیدوارم که موفق باشید و بتونید تو کار قلاب بافی مهارت کافی رو پیدا کنید و کارهای زیبایی رو برای خودتون ببافید. خدا نگهدار.